از دل ببر، با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از زرشکیانی که مدام گیج میخوره و از این روزه ها میخونه. ما باید یه بار دیگه به خودمون نگاه کنیم. ما چیکار کردیم مردم با ما اینجوری مسئله دار شدن؟ چه اتفاقی افتاد و ما خودمون از این مردم دور کردیم؟ کارشناسای حکومتی هم جواب زرشکیان و خامنه ای رو اینطوری میدن. وضع مردم چرا اینطوری شد؟ خود به خود شد؟ خب سیاست گذاری شما غلط بوده، حکمرانی شما غلط بوده. چرا شما میگم؟ برای اینکه مسئولیت با کسی که قدرت داره دیگه. کسی که قدرت نداره که تو مسئولیتی نداره که مردم. کشتی رو شما زدید به صخره. بعد دقیقاً زدید به صخره، بعد میگید که خود شما اعتراض نکنید. اونایی که توش نشستید اعتراض نکنید، اعتراض بکنید فایده نداره، بدتر میشه، فلان میشه. حالا عظمایی که خودش کشتی رو زده به صخره دنبال غرق کردن کشتی بقیه است. من اینجور یادداشت کردم، نوشتم که همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد. این یکی هم برای دل دادن به بسیجی‌ها رفته تو کار فضانوردی. زدن ناو آمریکا برای ما اصلا از آب خوردن هم راحت تره. یعنی اصلا یمنی ها با اون مشکلات و با اون کمبودهاشون راحت ناو آمریکا رو زدن توی باب المندب اون منطقه. ما که اصلا اینجا دیگه چیزی فاصله نداره با ما. یعنی اصلا فاصله این ناوها توی خلیج فارس برای ایران اصلا زدنش مثل آب خوردنه. خیلی کار ساده است. با این موشکایی که ما داریم مثلا خود کارشناسا خودشون هم همینو دارن میگن. این هم دید تو نظام خر تو خره و کسی به کسی نیست، شیر خالی بندی رو تا ته باز کرد. اما تکلیف ما چیه؟ اینا بالاخره میزنن نمیزنن؟ اینها پیغام بهشون داده شد اگر این بار مثل بارهای دفعات قبلی نیست که ما پایگاهتون رو در عراق و در قطر زدیم، اینجا اگه حمله کنین ایران به چندین کشور این پیغام دادیم، کشورهای منطقه، و اونا رفتن رسوندن که آمریکا اونجا پایگاه داره، که امریکا پایگاه، تمام پایگاهتون، تمام منافعتون، تمام شرایط اقتصادی. این ترامپ با این دامادش تو امارات و چند تا این کشورهای منطقه عجیب سرمایه‌گذاری شخصی کردن که اگر اینا از بین بره اصلا نابود میشن از نظر شخصی. اینا خیلی مهمه، مهمتر از مسائل امنیتیشونه. ترامپ اینجوریه. اعلام شد بهشون که تمام اینا مورد هدف ماست. این یکی هم تهدیداتش ته کشیده رفته سراغ نابودی اقتصاد جهانی. اگر جنگ بشه و قیمت نفت بره بالا، اینو بهتون میگم کل اقتصاد جهان، فقط اقتصاد غرب نیست، همین ترکیه اقتصادش میخوابه. این حکومت‌های خلیج فارس معلوم نیست اصلا بمونن. شما فرض کنین امارات که نفت و گازش قطع بشه، 1,300,000-400,000 نفر اماراتی هستن، 10 میلیون خارجی، بیشتر مرد بزرگسال اونجا هستن. چه اتفاقی خواهد افتاد خدا میدونه. خلاصه که این روزا بازار قمپوز درمانی در نظام ولایت داغه. ما یک بنای باشکوهی می‌بینیم از تمدن غربی که این بنای باشکوه در چشم خیلی از مردم ممکنه واقعا هنوزم باشکوه باشه، اما او موریانه‌های داخل رو می‌بینه و او موریانه‌های داخل رو همه نمی‌بینن. او چون موریانه‌های داخل رو می‌بینه میگه آقا این کائن با یه تقه فرو میریزه، چون موریانه‌های داخل رو داره می‌بینه. کار به جایی رسیده که این جوجه تئوریسین بسیجی هم اومده وسط و اینطوری میگه اکثریت مردم جهان که با ما خیلی دوست دارن جنگ در بگیره، میگن یه دور این دفعه درست حسابی بزنید، دفعه قبل غافلگیر شدید، این دفعه حواستون جمع. راست میگن، دفعه حواستون جمع. من یک کلمه بهتون میگم، مطلع بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم،
اپسیلونی نگران جنگ نباشید. خب اونا میدونن تنها امیدشون به داخله، تنها امیدشون به داخله. اونا هم خودشون خوب میدونن، وگرنه زده بودن. مثلا تو غزه صبر کرد، میگفتن تموم کن، تموم کرد. چجوری بود 4 روز دنبال میدوی تو رو قرآن تمومش کن؟ تو رو قرآن مثلا یعنی تو رو تورات تمومش کن. ته خط. اما اون چه که تمومش میکنه هوش مصنوعیه. اما در عمل تنها کاری که از دستشون بر اومد این نمایش‌های مسخره بود. الان اگر شما ترامپ تو همین خیابونای یزدی دیدیدش باش چه رفتاری میکرده؟ میذارم به گوششی یه غلط ها نکنه. اینجا ایرونه و ایران ماندگاره یا آقا هیچ غلطی نمیکنه با این آقا. این میگه چیه؟ تازه توی نمایش‌های 22 بهمنشون تا دلتون بخوادم سوتی دادن. این یکیش. وضع عظما به جایی رسیده که سربازای قدیمیش هم دیگه حاضر نیستن براش اسلحه به دست بگیرن. صحبتی از من وایرال شده که من اگر نظام در معرض سقوط قرار بگیره اسلحه به دستم میگیرم و از نظام دفاع میکنم. من به واسطه مسائلی که در دیماه اتفاق افتاده دیگه این نظر رو ندارم و همچنان البته با فروپاشی نظام مخالف هستم، اما دیگه به هیچ وجه معتقد نیستم که اگر نظام در آستانه سقوط قرار بگیره من اسلحه به دست میگیرم و ازش دفاع میکنم. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با این جنگولک بازی بسیجی‌ها در نمایش 22 بهمن خامنه‌ای شروع میکنیم. ما پلیسو بوس میکنیم دشمنو مایوس میکنیم. ما پلیسو بوس میکنیم دشمنو مایوس میکنیم. ما پلیسو بوس میکنیم دشمنو مایوس میکنیم. ما پلیسو بوس. بعدم بازجو خبرنگارا رو توی تیوریش جمع کردن تا اینطوری برای یه نمایش ورشکسته بازارگرمی کنن. ببینید اون رسانه‌های اونور حرفشون اینه که خب اون خانم بی‌حجاب شده پس این دیگه طرفدار جمهوری اسلامی نیست. این خانم کم حجاب شده پس اینا دیگه طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. اما شما تو این راهپیمایی همه جور آدم دارید می‌بینید. برای من نوعی شاید از بیرون دارم نگاه میکنم میگم چون ایشون حجاب نداره پس طرفدار جمهوری اسلامی نیست، ولی وقتی میاد اونجا و خودش درخواست میده با من صحبت کنه، میاد میگه که من میخوام با شما صحبت کنم، میگه من به خاطر پیام آقا اومدم، من جانم فدای رهبرمه. این هم یک سوتی تابلو از سوتی بازار این نمایش. طرف داره خودش رو توی پخش زنده تیویریش میبینه. یه برنامه زنده است، برنامه زنده هواش دوره. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به مشنگ بازی های رئیس جمهور خامنه ای بندازیم. آقای دکتر من بچه ترک‌آباد گنبدم ولی الان یه جای دیگه. گنبدو بده. آقای دکتر گنبدو میدم به تو. باش. آقای دکتر قرار بوده که پزشک خانواده ötür da گنبدو بده. آقای دکتر بذار بحث. آقای دکتر بس. این هم یک نمونه دیگه از سوتی‌های زرشکیان که بدون شرحه. پزشک با همسرش تو روستا شب ما رفتیم ساعت 9 اونجا داشتن کار میکردن برای اینکه پول درست حسابی بهشون میدادیم. 6000 تومان اون موقع $6000 بود. الان من رئیس جمهور $1000 پول میگیرم. اینجا هم رفته بود به مشکلات استان رسیدگی کنه، اینطوری گفت استان لرستان شبیه به یک بیماری است که نیاز به پیوند قلب و کبد و شش داره، در عین حال کرونا هم گرفته است.
آجا مرده دیگه. ولی نمرده است چون بهشت ظرفیت هاست. آره. نمرده است چون بهشت ظرفیت هاست. این هم حرفای یکی از اعضای استبل ولایت درباره اون چی که در دم و دستگاه نظام میگذره. گزارش‌های یک طرفه به رهبری میدن، گزارش‌های یک طرفه آمار غلط به رئیس جمهور میدن، میگن ما 35 میلیارد دلار هزینه داشتیم امسال و 32 میلیارد دلار تامین مالی شده، پس قطعاً به قحطی میخوریم. شائبه قحطی میندازن در پنجمین کشور ثروتمند دنیا، به دروغ شائبه قحطی میندازن. پس مجبوریم ارز رو گران کنیم، باید بین گرانی و قحطی یکیشو انتخاب بکنیم. تحلیل‌های غلط در غلط به مجلس میدن و بعد میخوایم مخالفت کنیم، میگن وفاق رو حفظ بکنید. وفاق چی میشه پس؟ مخالفت؟ وفاق؟ مشنگستان این هفته رو با این کلیپ مقایسه‌ای ساده به پایان میبریم. ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. این رو میکشید برای ریه آسیب. من چون ستون به اصطلاح قفسه سینم شکست.